این هفته خبر تو خبر داره براتون از یک فلشبک به چند روز پیش و عباس شاورمایی که از روند مذاکرات راضی بود. در مجموع همطور که گفتم میتونم بگم یکی از بهترین دورهای مذاکره ما بود، یکی از جدی‌ترینش بود، طولانی‌ترینش بود. زرشکیان هم تو عالم هپروت سیر میکرد و اینطوری میگفت و در رابطه با گفتگوها هم چشمانداز خوبی رو میبینیم. انشالله فردا در جلسه‌ای که باز آقای دکتر عراقچی در ژنو خواهد بود، این روند رو تلاش کردیم با هدایت و راهنمود مقام معظم رهبری این روند رو طوری مدیریت بشه که انشالله از این بحث نه جنگ نه صلح در بیاییم که اگر این اتفاق هم رخ بده اون وقت خیلی راحت‌تر خواهیم توانست این موانع رو از سر راه برداریم. کارشناسای مشنگشون هم توی تیوی ریش اینطوری پیش بینی میکردن. در خدمت استاد سید مصطفی خوشچشم عزیز هستیم. آقای خوشچشم، جنگ میشه یا جنگ نمیشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه. اما دوباره وسط مذاکرات غافلگیر شدن و جنگ شد. بعد دوباره سعی کردن اینطوری به بسیجی‌ها روحیه بدن. از همین امروز رفته به سراغ ترور مسئولین کشور. به حمدالله شکست خورده. الحمدلله مسئولین کشور، من اینجا دارم عرض میکنم همه سالمن و انشالله حتما پاسخ محکمی که داریم این ادامه پیدا خواهد کرد. من حالا عرض میکنم بحث جنگ منطقه‌ای رو این مقدار باز خواهند کرد. مجریای تیوی ریش هم مال به دست اومدن جلوی دوربین و اینطوری صحنه سازی کردن. لطفاً اعتماد بفرمایید به عرایض من و همینطور به آخرین اطلاعاتی که ما در اختیار داریم که این شایعات بیهوده است که کذب بودن اون به زودی بر همه آشکار خواهد شد، گرچه اونها از این شیوه به طور معمول استفاده می کنند. هوشیار باشید و بیهوده تحت تأثیر قرار نگیرید. اما چند ساعت بعدش وضعیت اینطوری شد. قائد اعظم شهید و عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای درود میفرستیم. مردم هم که توی خونه تیوی ریش رو نگاه میکردن همزمان به ریش مجری تیوی ریش میخندیدن. حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای درود میفرستیم. این طور بود که عظما سقط شد و تیوی ریش هم روزخونی را انداخت. نامردا دیشب اله کردن وقتی خبر رو دادن، همه دشمنا و همه کافرای دنیا دیشب اله کردن، کب زدن، هرچی که مطمئن شدن دیگه خندیدن، صداش عالمو پر کنه یه لحظه. بسیجی‌ها هم با گوشای آویزون راهی خیابون شدن. جواب درست بزنید دیگه، برای کیه دیگه باید چیکار کنن که بزنید؟ برامونو زدن بزنید. این پدرزن مجتبی هم با دل پاره پاره اومد جلوی دوربین. خدا میکردم که اگر فرزندم در راه انقلاب شهید شده، دخترم شهید شده، خدا سایه آقا رو بر سرمون مستدام بداره. که این خبر که آمد دیگه دلم پاره پاره شد. پاسدار لاریجانی هم که چند ماه پیش اینطوری حرف زده بود، این بادش خالی شد. تو این جنگ عملا اومد گفت من زدم فلان که همه میگه کجا رو زدی؟ الان شده سوال مطرح. این از چشم کشورهای بزرگ دیگه مخفی نیست. حالا چین هم فهمیده. میگی کیه؟ تای قدرتت همین بود؟ با این قدرت میخواد. روسیه هم فهمید. این باد این قدرت خالی.
حالا با باد خالی اومد توی تیویش و اینطوری گفت خب این حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. خلاصه که عمود خیمه نظام افقی شد و بسیجی ها هم پخش و پلا. کاربرانم تو فضای مجازی کلی ویدیو درست کردن. این یکی که روزه موشاست. آقا دیدم همه میان به روزه ننات منم اومدم، اما از من عبور میکنی و دم نمیزنی. هوش مصنوعی هم در این زمینه نقش خودش رو ایفا کرد. یکی از مجریان تلویزیون استرالیا هم وسط برنامه به زبان فارسی چند جمله به عظما گفت که بعد خبرساز شد. And I just want to conclude this editorial with this message to the late Supreme Leader. پدر سگ خاک به سرت بسوز تو جهنم. Rowan. Couldn't have put it better myself, Rita. James, don't you agree? I mean, I'm absolutely... I don't have anything more to add to that. That's it. این کمدین مشهور سوری هم این قطعه طنز رو به مناسبت مرگ خامنه‌ای تهیه کرد. آیت الله المرشد اعلی علی خامنه‌ای لعنه الله والمسلمين أجمعين ولحق حسن زميرة إلى جهنم وبئس المصير. إيه العب مشنگستان این هفته رو با جملات چند روز پیش زرشکیان درباره خودش شروع میکنیم. میدونی چرا ترور میکنن؟ برای اینکه یه آدمای ضعیفی مثل من بمانن، نتونن تو مملکت خدمت بدن، بعد مردم بگن آقا دیدید اینا نمیتونن، با عرضه ها رو از ما میگیرن. این هم یک گزارش میدانی از حال روز بسیجی‌ها در این روزا. آتیش سنگین قشنگ پیداست. خیلی کوب کردن قشنگ معلومه خیلی کوب کردن. کوب کرده تو مالی، کوب کرده تو شوخه، کوب کرده تو شهوت، کوب کرده تو شهرت، کوب کرده اصلا کوب کردن. پاسدار سبزعلی رضایی هم که معلوم پاک قاطی کرده اینطوری خودش رو لو داد. بنابراین آمریکا به دام افتاد، به دام ایران افتاد، ولی ما رها نمی‌کنیم. ما تازه به دنبال این هستیم که انتقام خون امام عزیزمون رو از اونها بگیریم و در حقیقت ادامه خواهیم داد. بنابراین وضعیتی که تا الان ما داریم این است که به نظرم میاد دنیا قضاوت خواهد کرد که آمریکا اشتباه بزرگی کرد. اینجاست که بازم هوش مصنوعی وارد میشه و ادعای سبزعلی رضایی رو اینطوری تکمیل میکنه. البته درد این نظام مثل همیشه از کف خیابونا و شورشگراست. تعداد قابل توجهی سلاح‌های به اصطلاح غیر مجاز کشف شد. بالای 1-2-3 هزار تا سلاح کشف کردیم. حالا بسیجی‌ها اینطوری کابوس روزای قیام رو برای هم تعریف میکنن. بچه‌های بسیجی و پاسدار رفتن وایستادن دم این پمپ بنزینه که نتونن پمپ بنزین آتیش بزنن. خب اگه پمپ بنزین آتیش میگرفت کل منطقه اون همه مردم اونجا تو آتیش میسوختن. گفت شروع کردن آتیش زدن. یکی از بچه‌ها گفت آقایونه که بیرونید وایسید، من شکلات آوردم برای امام زمان، میخوام بیام بیرون با هم حرف بزنیم، ما هم مشکل اقتصادی داریم. میگفت یه نفر از اون ملعونا بهش گفت بیا بیرون حرف بزنیم. میگفت کشوندنش بیرون. این قمه که چه عرض کنم
حالت دشنه مانند بود که به بدن این بچه میزدن. در و دیوار خیابون بوعلی قزوین شاهد. مشنگستان این هفته رو با این برنامه تیوی ریش تموم میکنیم که بدون شرحه. خیلی خوب، رسیدیم به بخش حساس و مهیج گل کوچیک تک به تک با چشمان بسته. سکوت رو احتیاج دارن طرفداران، چون باید صدای پیشکسوت‌های خودشون رو بشنون. 2 دقیقه 1 گل با صدای سوت داور. برو تایمو نگه دار. کارت قرمز داره این. وایسا بلندم نکن. صبر کن یه لحظه صبر. کارت قرمز داره. تایمو نگه داره نداره. 1:54 بود شایان. یه لحظه ببینیم چی صبر کن. خیلی